به نام خدا. سلام شاگردای بسیار نازنین، همه تان خوب هستین؟ بله. همگی جور و صحتمند است؟ بله. بسیار خوب. امروز بسیار پر انرژی معلوم میشین. خدا کنه که درس قبلی را در خانه تکرار کرده باشین و حالا اگه من سوالایی در مورد درس قبلی ازتان پرسان میکنم او را همه قسمی با انرژی برام جواب بتین. شاگردای بسیار نازنین، خوش آمدین به مضمون کیمیا در صنف هفتم. ما امروز به سلسله درس‌های قبلی خود یک درس بسیار جدید و همچنان بسیار جالب را در مضمون کیمیا می‌خوانیم. کسی به یاد داره که روز قبلی کدام درس را خوانده بودیم؟ عنوان درس قبلی را کسی به یاد داره؟ من به یاد دارم. زهرا جان؟ عملیه تبخیر. بسیار خوب. زهرا جان میگه روز قبلی ما عملیه تبخیر را خوانده بودیم. جواب زهرا جان کاملا درست است. ما روز قبلی در مورد عملیه تبخیر خواندیم و این را فهمیدیم که کدام عملیه باعث میشه که تبخیر صورت بگیره، کدام موانع در مقابل عملیه تبخیر وجود داره. شاگردای بسیار عزیز، کسی از شما میتونه که عملیه تبخیر را تعریف کنه؟ من تعریف میکنم. مرسل جان تعریف کن. عبارت از تبدیل شدن مایع به گاز است. بسیار خوب. مرسل جان میگه که تبخیر عبارت از تبدیل شدن مایع به گاز هست. آیا جواب مرسل درسته؟ بله، بدون شک که جواب مرسل کاملا درست است. تبخیر عبارت از تبدیل شدن مایع به گاز می باشه. در عملیه تبخیر مایعات به گاز تبدیل میشه. در روز قبلی ما در مورد ای که در مقابل عملیه تبخیر دو مانع بسیار بزرگ وجود داره. مانع اول ای هست که مولکول هایی که در پایین مایع وجود داره مولکول های سطح مایع را به خود جذب میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین قوه جذبی که بین مولکول های پایین مایع و مولکول های سطح مایع وجود داره نمیگذاره مولکول ها از سطح مایع به هوا پرتاب شوند و تبخیر شوند. مانع دوم همون فشار هوا هست که در خارج از مایع وجود داره و بالای مولکول های سطح آب وارد میشه و نمیگذاره اونا از سطح آب جدا شوند. حالا اگر حرکت این مولکول ها در یک درجه حرارتی زیاد شوه و مولکول ها یکی به دیگه برخورد یا تماسشان زیاد شوه، همین برخورد ها یا تصادم هایی که بین مولکول ها صورت میگیره باعث میشه که مولکول های پایین مایع و مولکول های سطح مایع ضربه وارد کنه. همین ضربه باعث میشه مولکول های سطح مایع در مقابل فشاری که در هوا وجود داره و بالایش وارد میشه و نمیگذاره که از سطح آب جدا شوه و همین قسم قوه جذبی که مولکول های پایینی دارن و اونا را جذب میکنن غلبه کنه و بالاخره از سطح مایع به هوا پرتاب شوند. این بود درس گذشته ما. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای بسیار نازنین، من در درس قبلی براتان یک کارخانگی بسیار مهم داده بودم و من کارخانگی را در کتابچه هایتان دیدم. آفرین و همه تان کارخانگی را بسیار منظم و درست حل کرده بودین. پس حالا که درس قبلی را یاد دارین، آماده هستین که درس جدید را با هم دیگه شروع کنیم؟ بله. بسیار عالی. قلم و کتابچه بگیرین و نکات مهم درس را یادداشت کنید. عنوان درس امروز ما تراکم هست. این درستان شامل صفحه 11 کتابتان می باشه. شاگردهای بسیار نازنین، عملیه تراکم کاملا برعکس عملیه تبخیر است. یعنی چی؟ در تبخیر می گفتیم تبدیل شدن مایع به گاز. در تراکم میگیم تبدیل شدن گاز به مایع. تعریف تراکم چی است؟ تراکم عبارت از عملیه‌ای می باشه که در او گاز به مایع تبدیل میشه. عملیه تراکم در زندگی روزمره ما بسیار صورت گرفته و حتما شما هر کدامتان به چشم خود دیدین. بیاین که شروع کنیم و بگوییم که تراکم در اثر چه چیزی صورت میگیره. شاگردای بسیار نازنین، همین قسمی که شما در این شکل میبینید، وقتی که آب را حرارت بتیم و آب تبخیر شود و بخارات از سطح بالایی مایع خارج شود و به هوا انتقال پیدا کنه،
همین بخارات را اگر در یک قسمت یک فشاری بالایشان ایجاد شود، در اثر او فشار این بخارات با همدیگه نزدیک شده، بینشان قوه جذب ایجاد شده و دوباره به قطرات مایع تبدیل میشه. بیاین که یک مثال عملی براتان بگویم تا که این را بهتر درک کنید. به طور مثال اگر شما یک ظرف پر از آب را بالای حرارت میگذارین و او را حرارت میتین، مایع به جوش میآید و به بخار تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی مایع تبخیر میشه. حالا اگر بالای همین ظرف شما یک سرپوش بگذارین، این سرپوش باعث ایجاد یک فشار بالای همون بخارات میشه. یعنی همون بخاراتی که به هوا پرتاب شده را در یک فشار قرار میده. همین فشار باعث میشه که بخارات آب با همدیگه نزدیک شود، بینشان قوه جذب ایجاد شود و دوباره به مایع تبدیل شود. و حالا اگر شما سرپوش را از روی ظرف بردارین، میبینید بخاراتی که به سرپوش برخورد کرده دوباره به شکل قطرات مایع تبدیل شده. شما با این کار عملیه تراکم را دیدین. چی گفتیم؟ گفتیم عملیه تراکم عبارت از تبدیل شدن گاز به مایع می باشه. چه زمانی عملیه تراکم صورت میگیره؟ زمانی که بخارات یا گاز تحت یک فشاری قرار میگیرن و تحت همین فشار این مولکول ها با یکدیگر نزدیک میشن. وقتی مولکول ها با یکدیگر نزدیک شد، بینشان قوه جذب ایجاد شده، همدیگر را جذب میکنن و به مایع تبدیل میشن. همین عملیه تراکم میباشه. بیاین یک مثال دیگه که در زندگی روزمره ما بسیار صورت گرفته، این را با هم ببینیم. همین قسمی که شما در این شکل میبینید که آفتاب به سطح بحر یا دریا میتابه. در اثر تابیدن آفتاب به سطح بحر یا دریا، مایعات سطح بالایی بحر یا همون آبی که در سطح بالای بحر یا دریا وجود داره آهسته آهسته چی میشه؟ تبخیر میشه و بخار تبدیل میشه و به هوا انتقال میکنه. حالا دوباره در یک قسمتی از هوا این بخارات با همدیگه تحت فشار قرار میگیرن، نزدیک میشن و ابرها را تشکیل میده. در ابرها مولکول‌های بخارات با یکدیگر نزدیک شده، بینشان قوه جذب ایجاد میشه و بالاخره دوباره به چی تبدیل میشن؟ به قطرات آب و باران میباره. همین عملیه چی هست؟ تراکم. بخارات دوباره در اثر یک فشار با یکدیگر نزدیک میشه، قوه جذب بینشان ایجاد میشه و به مایع تبدیل میشه. همین عملیه تراکم است. یعنی در زندگی روزمره ما این عملیه را بسیار زیاد به چشم دیدیم و همین قسم شما در همین شکلی که مشاهده میکنید هر دو عملیه تبخیر و عملیه تراکم را میتونین ببینین. تبخیر چه زمانی صورت میگیره؟ زمانی که شعاع آفتاب بالای دریا میتابه و آب دریا به بخار تبدیل میشه. تراکم چه زمانی صورت میگیره؟ زمانی که همین بخارات در ابرها با یکدیگر نزدیک میشن، قوه جذب بینشان ایجاد میشه و به شکل باران میبارن. ما به همین شکل میتونیم چرخه آب هم بگوییم. یعنی چی چرخه آب؟ چرخه آب این هست که آب بحر به بخار تبدیل میشه، تبخیر شده و دوباره بخارات با یکدیگر یک جای شده و به شکل باران دوباره به زمین میباره. یعنی این چرخه به شکل دوامدار ادامه داره. آب تبخیر میشه، دوباره بخارات تراکم میکنه، باران میباره، دوباره باران به سطح بحر علاوه میشه. شاگردای بسیار نازنین، این بود عملیه تراکم. کسی از شما در عملیه تراکم و یا در درس امروز ما سوالی نداره؟ من سوال دارم. فرشته جان سوال داری؟ بپرس سوالت را. در کدام درجه حرارت صورت میگیرد؟ بسیار عالی، آفرین. فرشته جان میگه استاد تراکم در کدام درجه حرارت صورت میگیره؟ فرشته جان قسمی که در درس های قبلی در حالات سگانه آب خوانده بودیم، زمانی که ما آب وقتی در شکل مایع هست را در داخل یخچال میگذاریم، همین مولکول های آب در یخچال یعنی در یک دمای سرد یا در یک درجه حرارت سرد یا در سردی با یکدیگر نزدیک میشن و مایع به جامد یعنی آب به یخ تبدیل میشه. به نظرت مولکول های گاز هم به خاطر نزدیک شدنشان با همدیگه و تبدیل شدنشان به مایع آیا به یک درجه حرارت پایین نیاز نداره؟ دارن. به شکل کلی میگیم وقتی مولکول ها با یک دیگر نزدیک میشن یعنی یک درجه حرارت پایین وجود داره.
اینا نمیتونیم بگوییم که تراکم حتما به یک درجه حرارت بسیار پایین نیاز داره. نه، اما در یک درجه حرارت پایین دوباره مولکول های بخارات یا گازات یک جای میشن، قوه جذب بینشان ایجاد میشه و قطرات باران یا قطرات آب و یا مایع تبدیل میشه. همین عملیه تراکم هست. جوابت گرفتی فرشته جان؟ بله استاد. بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، کسی دیگه سوالی نداره؟ من سوال دارم. زهرا جان سوال داری؟ بپرس سوالت را. یک بار دیگر فرق تراکم تبخیر را بگویید. زهرا جان میگه استاد یک بار دیگه فرق بین تبخیر و تراکم را به من بگو. بسیار ساده میتونم برات بگویم. تبخیر عبارت از تبدیل شدن مایع به گاز. تراکم عبارت از تبدیل شدن گاز به مایع. جواب سوالت را گرفتی زهرا جان؟ بله استاد. بسیار عالی. شاگردای بسیار نازنین، درس امروز ما در همین قسمت به پایان میرسه. اما قبل از اینکه ما براتون کارخانگی را بگویم، ببینیم که کوتاه درس امروز را جمع بندی کنیم. در درس امروز ما عملیه تراکم را خواندیم. در تراکم گفتیم تبدیل شدن گاز به مایع. گاز چه زمانی به مایع تبدیل میشه؟ زمانی که مولکول های گاز تحت یک فشار قرار بگیرن و همین فشار باعث شود که همین مولکول ها با هم دیگه نزدیک شده و اینشان قوه جذب ایجاد شود و بالاخره قوه جذب ایجاد شده باعث شود که این مولکول ها از حالت گاز به حالت مایع تبدیل شود. یک مثال بسیار عملی در زندگی ما وجود داره. زمانی که آب از سطح بحر به بخار تبدیل میشه، دوباره در ابرها در اثر فشاری که بالاش ایجاد میشه قوه جذب بینشان پیدا شده و به قطرات باران تبدیل میشه. همین عملیه تراکم است، یعنی تبدیل شدن گاز به مایع. و همین قسم فرقش را با تبخیر گفتیم که تبخیر عبارت از تبدیل شدن مایع به گاز هست. تراکم عبارت از تبدیل شدن گاز به مایع. شاگردای بسیار نازنین درس امروز را فهمیدیم؟ بله. کسی در این درس سوالی نداره؟ نه خیر. بسیار عالی. پس بیاییم که یک کارخانگی بسیار مهم و همین قسم یک کارخانگی بسیار جذاب براتان بتم. شما فعالیت صفحه 11 کتابتان را در کتابچه هایتان حل می کنید و همین قسم در صفحه 11 کتابتان یک فکر کنید وجود داره. روی این فکر کنید اول فکر کنید و بعداً هر چیزی را که به ذهنتان میرسه در کتابچه هایتان نوشته کنید. روز بعدی کتابچه ها را به صنف بیارین. من حتما کارخانگیتان را مثل همیشه میبینم و درس را در خانه تکرار کنید و خوب از هر چقدر درس های ما پیش میره شما از شروع کتاب کیمیایتان تا جای درس هر روز درس را تکرار کنید. من روز بعدی حتما از درس های قبلی و گذشته ازتان سوال پرسان میکنم و اگر به شما در هر قسمتی از این فعالیت رو فکر کنید مشکل ایجاد میشه، او سوالاتتان را روز بعدی حتما از من بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا را داریم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.